الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم مصطفى محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. قال الله الحکیم فی کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. زین سبب آن پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر که او را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را ز انبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. عرض سلام ادب دارم محضر خواهران محترمه، برادران عزیز. انشالله که خداوند ما را از متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام قرار بدهد. هم از تلاوت گرم آیات قرآن کریم استفاده کردیم، از مقدمه‌ای که جناب آقای ارجمند فرمودن. جا دارد حالا که الحمدلله ما عید قدیر را 2-3 روز زودتر برگزار کردیم، خوبیش این است که برای اعمال روز عید فرصت داریم و جاش هم حالاست که بیان بکنیم. در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی که بیشتر اعمال مستحب و آداب ماها رو اونجا ذکر کرده، برای عید قدیر 6 تا 7 تا عمل گفته. 7تاش انجام دادی خوشا با سعادتت، چندتاش هم انجام دادی کفایت میکنه انشالله. اول روزه گرفتن که خیلی براتون سخته ولی اینجا آسانه. 5 دقیقه به 6 اذان صبح میشه، 5 و چند دقیقه هم اذان مغرب میشه. خیلی آسان روزه در این ایام. دوم عید کردن. خانم آقایون روزه عید قدیر خانه رو متفاوت کنید که بچه های ما بدانه. گفتن روزه عید قدیر هرچی تونسته خرج کن. برای قدیر مخصوصا گفته خرج کنید. خانه رو متفاوت کنید. حالا زن بچه من اینجا نشنون، عیدی بدید اونا رو. خلاصه درست شد. لباس های نو بپوشید، یعنی حالت عید باشه، عید کردن. این 2 تا کار تا اینجاش خیلی سخت نیست. سوم زیارت مرقد امام علی، اگر اونجا سعادت نبود که من و شما اینجا هستیم، زیارت امین الله رو در مفاتیح پیدا کنید، امونه بخوانید. این چند تا شد؟ 3 تا. 4م صدقه، ولی 4-5 دلار صدقه بدید در روز قدیر. 4م. 5م غسل روز قدیر، شاور. از کی؟ از اول صبح تا آخر وقت. همون از کارم خلاصه با روغن و تیل ماشینم آمدی، هم قصد نظافت هم غسل قدیر درست است. 2 رکعت نماز داره، مثل نماز صبح میخوانیم. سپس سر را به سجده میگذاری، 200 بار شکرا لله میگی. اینم تا حالا خدا وکیلیش دیگه چیز مهم نگفته تا اینجا. بعد بخش 7م به هر مؤمنه که میرسی بلد بودی عربیشو بگو. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. عربیش طولانی بود، بلد نبودی، همونی که اول صحبت من گفتم. الحمدلله، شکر خدا که ما رو از پیروان ولایت علی ابن ابی طالب قرار داده. این 7 تا عمل است که انشالله یادتون نره روز عید قدیر که روز 3 شنبه با تقویم ما میشه انشالله انجام بدید. صلوات نعت بفرمایید. خب جناب آقای ارجمندم فرمود دیگه، ما نمیخواستیم بگیم ولی چونشان عنوان کرده میگم که یاد من نندازید که شما اگر یه لطیفه بگید ما 300 تا لطیفه میگیم، کل منبر رو به لطیفه میگذاریم. ولی ایام عید است، عید قربان تازه گذشت و عید قدیر هم در راه است الحمدلله. فرمود که ما غذای خوشمزه درست کردیم که از اینا خودتون سیر نکنید.
این مجلس هم که برگزار میشه، مثلا ملا چطور از مجلس خوشحال میره به نظر شما؟ اول از خودم بگم، ملا چطور از این مجلس اگر بخوایم خوشحال بره چیکار کنیم که خوشحال بره؟ به حرفاش خوب گوش بدیم، سر صدا نکنیم، آخر سر یه پاکت خوب بدیم خوشحال میره. روزه خان اگر گریه زیاد کنین خوشحال بینیم که عجب این مجلس گرفت. حالا امشب شما خوب اگر کف و دست زدید مبدا خوشحال میره. خانما چطور از مجلس خوشحال میره به نظر شما؟ باید بذار آقایون بگن. آقا میگم ما خودت که بلدی. آقایون خانما چطور خوشحال میره از این مجلس؟ بله دوستایشو میبینن. خود دوستا رو که ببینن، یعنی اگر دوستاشون زیاد هم بود خوشحال میشن. بفرمایید چه جور خانما خوشحال میرن؟ با هم دیگه که زیاد گپ بزنین؟ لا اله الا الله. خب حالا گپ بزنین چی بگوین؟ نه چی میگین؟ یه آقای لطیفش تکراریه ولی چون یادتون رفته باز میگم. یه آقای به یه خانم با شوهرش گفت کربلای علی، گفت چی؟ گفت شما مردا که با هم میشینین چی میگین؟ گفت همون چیزایی که شما خانما میگین. گفت اینقدر بی‌ادب هستین شما؟ دیده یادشون رفته بود اینقدر خندیدن. یادشون. خانما چه جور از این مجلس به نظر شما خوشحال میرن؟ میگن چون زیاد گپ، حالا زیاد گپ مثلا چی بگین زیاد گپ بزنین؟ نه، وقت خوشحال میرن که اینا یه خانم بگه عجب روسریت بیت میاد، از کجا اینو خریدی؟ درست میگه من خدا وکیلی. عینکات خیلی جدیده، انگشتر رو نو خریده، ما یه چیز نو ازش خلاصه استقبال کنن. درسته؟ خب دیگه کی خوشحال میره؟ آشپز کی خوشحال میره که حسابی غذا رو انشاءالله بخوره؟ یه صلوات بفرستین. واقعا اگر در دنیا خوردن هم نمی بود اصلا زندگی خیلی به درد نمیخورد دیگه. ایام عید خلاصه مواظب باشید. آقای ارجمند گفت که غذای خوشمزه هم در راه هست. آداب اسلامی اینو میگه که میگه این شکمی که ما داریم، میگه شکمتو 3 قسمت کو. یک قسمت رو از خوراک پر کن، یک قسمت رو برای آب بان، یک قسمت رو برای هوا بان. او آقا گفت نه آقا جان، گفت من همه رو از دم از غذا پر میکنم. گفت آب چی میشه؟ گفت آب خودش راهش پیدا میکنم. گفت هوا چی میشه؟ گفت هوا میخواد بیاد میخواد نیاد، ما به هوا کار نداریم. حالا شما میخندین، جدا این نفر زنگ زد گفت واج آقا فال و تعویضم میدی؟ گفتم گاهی اوقات. امروز حمله سر آقایون است چون عید قدیره. گفت یه تعویض و فال برای شوهرم بنویس. گفتم چیست مشکلش؟ گفت از بس غذا زیاد میخوره پرخوره، روز 4 وعده. خب گفتم اب نداره، بالاخره اشتهای خوب نعمت الهیه. اینجا میگه غذا ارزانه الحمدلله دیگه، افغانستان پاکستان ایران نیست که نان گیره. گفت نه، به پول نانش نمیگم، به خودش میخوام رحم کنم که نفته نمیره یک وقته. گفتم رایش این است، رایش که سر کار. باور که اینقدر که آدم بیکار غذا میخوره تجربه کنید شما. درسته یا نه؟ آقای خنده اینه درسته. یا آقا یه جا کار میکرد با من، خودم توجه نداشتم، او صاحب کار بالاخره توجه داشت، آمد پلوی من آستا گفت آقا این شریکتی رفیقت شکمش از خودش بیشتر کار میکنه، هر 45 دقیقه بار میره دستش. خب به هر حال اینم از آقایون و مردا، انشالله که عید برام شما مبارک باشه. خب حالا دیگه جدی شروع میشه منبر. یه صلوات نعت بفرمایید. 20 دقیقه رو خوب گوش بدید. خداوند از همه اهل مجلس ما، از بانیان محترم، فراشان، آشپزها، مادرانی که شیرینی و پذیرایی آوردن، از همه به درگاهش قبول بفرماید. خب ببینید برادران و خواهران، غدیر پربحث‌ترین، پر سخنترین نکته بعد از پیغمبر اکرمه. غدیر روزی بود که سرنوشت چند میلیارد مسلمان تغییر کرد. شهرستانی میگه، عبدالکریم شهرستانی یکی از نویسندگان قهار اهل سنته، میگه در اسلام
در هیچ چیز به اندازه غدیر امامت شمشیر کشیده نشده. ما سلف الاسلام مثل ما سلف الامامه. راستم میگم. شما در کتابخانه های 10,000 20,000 کتابخانه که بری، حداقل 1/3 این کتابا راجع به امامت نوشته شده. یک عده میگن امام اینه، یک عده میگن امام. یعنی ما درگیری جهان اسلام متاسفانه مهمترین درگیری بحث غدیر امامت بوده. خب حالا شما این چند دقیقه رو دل بدید خانم و آقایون، ببینید غدیر چی بوده که اینقدر جر و بحث زیاده. 4-5 تا مسئله رو در غدیر همه قبول دارن، شیعه و سنی قبول داره. یک، این که پیغمبر در سر سرایی یا چهارراهی همه مسلمانایی که رفته بودن و اونایی که نرسیده بودن همه رو جمع کرد، برای این مردم خطبه خوان، همه اینا قبول دارن. پس این که پیغمبر در سال 10 هجری برای همه خطبه خوانده، همه اینا قبول دارن. یک. دو، همه قبول دارن که او وقتی که پیغمبر خطبه خوان قبلش هم گفته بود که آخرین حج منه. پیغمبر به همه گفت که روزای آخر است که منو میبینید. این هم همه قبول دارن. خب دیگه چی؟ این هم همه قبول دارن که پیغمبر حرفهای راجع به امام علی گفت، از جمله به امام علی گفت که من کنت مولا فهذا علیون مولا. این هم قبول دارن. خب پس چی رو قبول ندارن دیگه؟ خب همه رو که قبول دارن. از کجا راه ما جدا شده؟ یعنی اونا راه رو جدا کردن. اونا گفتن پیغمبر که فرمود من کنت مولا فهذا علیون مولا، مولا در عربی یعنی دوست. پیغمبر به مسلمین خواست بگه که همان قدر که علی رو دوست دارین من هم دوست داشته باشین. میگه ما هم الحمدلله کی منکر دوستی علی ابن ابی طالب است، ما هم امام علی رو دوست داریم. اینا اینطوری قضیه غدیر رو تمامش کردن. از این به بعد به عنوان یک شیعه منبر منو گوش نده، به عنوان یک مسلمان هم گوش نده، به عنوان یک آدم بی‌طرف، اصلا یه آدم تاریخ نویس، یک آدم محقق بی‌طرف، ببین که کی درست میگه. پیروان مکتب اهل بیت و خیلی کسایی که در غدیر بودن، اونا گفتن آقا جان مولا یعنی حاکم، یعنی رهبر، یعنی سرپرست. خیلی غدیر هم اینطوری قبول کرده بودن و بلافاصله به امام علی تبریک گفتن، بخن لک یا علی. دوستی که تبریکی نداره. خب یک عده میگن که نه، این مولا یعنی دوست. شما منصفانه بی‌طرفانه قضاوت کن که کدام ای درسته، کدامش درست. پیغمبر خودش میگه که آی مردم این حج آخر منه، اینو میگه. به همه میگه بیایید که من یک حرف مهم دارم به شما بزنم. همه رم جمع کرده. حالا یا رسول الله در این گرمای تابستان این همه جمعیت رفته رو برگرداندی، ما رو اینجا معطل کردی، آخرش بگی که علی رم دوست داشته باشین؟ این با منطق آدم نمیخوانه. چرا؟ اگر یک کت خدای ملک راننده مدیر مکتب کل معلم ها رو جمع کنه بگه معلم ها این روز آخرم است که من از اینجا میرم، اما گپ مهم من میگه بعدت من مدیر کیست؟ گپ مهم اینه. ملک و کت خدا کل مردم ده رو جمع کنه بگه آقا من فردا از دنیا میرم، یه حرف مهم به شما دارم. خب معلوم است که یعنی کت خدای بعدی کیه؟ کار اینو اقتضا میکنه. اینم که بذاری سر جانش، یک بحث خیلی آسان و ساده بگیم. صلوات نعت بفرمایید. خیلی آسان. من یادم رفت یه جزوه‌ای که از دوستان ما در همین هفته گذشته چاپ کرده بود انگلیش، یادم رفت که بیارم متاسفانه، که مثلا به دخترای جوان میدادم. این موضوع رو از من گرفت، حدود 1000 تا از این جزوه ها چاپ کرد، زبان انگلیسی خیلی آسان، در یه صفحه این قدیم مثلا 2 تا این قدیم چاپش کرده بود. یادم رفت که متاسفانه بیارم. ببینید خانم آقایان، بی‌طرفانه قضاوت کنین. هرگاه در ملبورن ما یک مهندس پولدار فهمیده
در بخش از ملبورن یک ساختمان 10 طبقه مجهز بسازه. این ساختمان فرض کنید سالن همایش داشته باشه، تئاتر و سینما داشته باشه، سویمینگ پول، استخر، حوض آببازی داشته باشه، میدان فوتبال، ساکر، کرکت، یک ساختمان مجهز مجلل و شیک و زیبایی بسازه. خب وقتی ساختمان تمام میشه، خدا عمری هم به پایان میرسه و میگه خدا میگه اسرائیل میگه جمع کن که داری میری. همین مهندس، همین بیلدرکی هم چه ساختمان رو ساخته، اگر هیچ نگه که بعد از می ساختمان رو کی اداره کنه، حوض و نمیدونم سالن تئاتر اینو کی رهبری بکنه، اصلا این ساختمان بعد از اون کرایه باشه، مال کسی باشه، هیچ چیز نگه، بفهمم که از دنیا میره. همه ای ما در حکمت شک میگیم عجب آدم بی عقل بوده، عجب آدم بی فکر بوده، ساختمان به این مجهز ساختی، بعدش هم نگفتی که چی، بدون راهنما، بدون سرپرست، بدون مسئول راه کردی، جمع کردی، رفتی. خدا وکیلی که زور زدن نداره دیگه، فکر خیلی آسانه. لذا شما میگید مگه چه آدم دیوانی پیدا میشه؟ فرض کنید پیدا شد، در دیوانگی این آقا ما شک نمی کنیم. دو، یه آقای اهل کشاورزی و باغبان باشه، اهل دل باشه، یه 5-6-10 هزار متر زمین رو بگیره، جدول کشی کنه، حصار دیوار کشی کنه، آب و بیاره، برق بیاره، یک باغ خیلی زیبایی بسازه، انواع و اقسام گل و میوه ها و جای خیلی باغ شیک و تمیز و کل باغ که آماده شد، میوه های شیرین هم داد، باغبان بدونه که هفته دیگه ماه دیگه از دنیا میره، راجع به آینده باغ هیچ چیز نگه، هیچ، همینجوری بگذاره و بره. همه میگنی باغبان عجب آدم بیعقل و دیوانه‌ای بوده. خب باغ بعد از تو باغبانش کی باشه؟ سرپرستش کی باشه؟ مسئولش کی باشه؟ کلید باغ دستی کی باشه؟ بر سر باغ بعد از باغبان چی خواهد آمد؟ هر کس از راه میرسه میوه خور میوهش میبره، نهالکار نهالا رو میبره، هیچی گیریش نمید، در و قفل باغ هم میکنن میبرن. بعد از 2-3 سال از این باغ جز تیغ و چوب چیز دیگه باقی نمیمونه. این میشه قضیه. حالا اینی گرفتی 2 تا مثال خیلی آسان و زیبا رو. بریم در 1400 سال پیش پیغمبر اکرم. پیغمبر اکرم اسلام رو چگونه آورد؟ خدا حفظ کنه شما خیرینی که مرکز رو ساختید، همینطور خیرینی که تاها رو میسازه. من آخوند در تاها فقط تبلیغ کردم، پول آمد، انگشتر آمد، جبراکار آمد، ساختمان رو دارن میسازن. ما خیال میکنیم پیغمبر مثل من همینطوری بوده، آمد گفت بگن لا اله الا الله، خانه کعبه رو ساختن، پیغمبرم شد نبی. نه، آنقدر کتک خورد، زدنش، زخمیش کردن. کبابای و پلوای پیغمبر رو به ما میدن، لط و کتکش پیغمبر خورده تا این دین به دست مردم رسید. سادگی ها که نبود. پیغمبر آنچنان لط و کتک میخورد که پشتای پای مبارک خون جاری میشد. خب حمزه سید و شهدا، جعفر طیار، حنظله، چقدر شهدا، سمیه، عمار، یاسر، این همه شهید داد پیغمبر تا یک ساختمان و باغ را به نام اسلام تأسیس کرد. مدینه حکومت ساخت، یمن، مکه، مدینه یک مملکت و دولت و کشور ساخت زیر نظر اسلام و دین. خب پیغمبری که برای ساختمان اسلام و دین این همه زحمت کشیده، خب خداوند میگه که مثال حج آخرته، خودشم میبینه که بین اصحابش چقدر بگو مگو هست، با همه اینا اینقدر بی مسئولیتی کنه، بی تدبیری بکنه، بگه خانم آقای من دارم میرم، بعد از این هر کار خودتون خواستید بکنید، هر کی رو گفتید خلیفه، نه. پیغمبر اینقدر حکمتش پایینه. خدا چطور؟ خدا و پیغمبر آنقدر حکمت و عقلشون نعوذ بالله پایین باشه، ساختمان و بنایی که به این هزینه ساختن، بعدش رها کنن بگن مردم. کدام مردم؟ کدام آدما؟ همونایی که خود قرآن میگه پیغمبر، بعض اینایی که پیش تو میان میگن ما مسلمان هستیم،
ما بگو نه شما ایمان نیاوردید، شما فقط تسلیم شدید، یعنی منتظر ضربه زدن هستید. با وجود این همه دشمن، پیغمبر حکیم، خدایی که خالق عقلاست، سرنوشت حکومت و دین و اسلام و قرآن را رها کنه بره. این قرآن استاد نمیخواد، این قرآن مفسر نمیخواد، این قرآن مبین نمیخواد، هیچ کدام اینا رو بتونه. حالا این قضیه از بس واضح هست، ما از همشهری ما مرحوم جلال الدین بلخی خواندیم که چقدر زیبا میگه زین سبب آن پیغمبر با اجتهاد. دیگه شاید به این متن مثنوی شما کم برخورد کرده باشید، ولی از بس شیرین گفته بلخی، جا دارد که آدم اینو بخونه. او بلخی هم که دیگه نه سیاستمدار بوده، نه شیعه و سنی بودنش هم خیلی معلوم نبوده، ولی یک متفکر بوده، یک عارف بوده، یک آینده نگر بوده، یک کسی بوده که هنوز است میلیون ها نفر شیفته اوست و رهرو اوست. چی میگه؟ میگه زین سبب آن پیغمبر با اجتهاد، نام خود وان علی مولا نهاد. از این سبب که اسلام هادی میخواهد، اسلام امام میخواهد، مدینه حاکم میخواهد، از این سبب بود که پیغمبر نام خود علی رو گفت، همون کسی که من مولا و حاکم و خلیفه او هستم، بعد از من علی مولا و حاکم و خلیفه اوست. خب گفت هر کی او را منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. میگه میدونم مولا به نام دوستم هست، دوستش هم باشید، پیروش هم باشید. علی هم دوست شماست، هم امام شماست، هم دوست شماست، هم حاکم شماست. چرا دوتاشو نمیگی؟ دوستش که هست. کیست مولا؟ اینجا مولوی قشنگ میگه مولا کیست؟ مولا اینه. ببینید خانم آقایان، اگر پیغمبر میخواست بگه که بعد از من علی، باید میگفت حبیبی من کان حبیبو فعلیون حبیبو. حبیب که واقع زیتر مردم میفهم، رفیق، صدیق، ما دهها عبارت در عربی داریم، چرا نگفت حبیبش باشین، صدیقش باشین، رفیقش باشین؟ این مولا رو میگه. جلال الدین بلخی چی میگه؟ کیست مولا؟ آن که آزادت کند. آزاد ساختن کار انبیاست، کار اولیاست، کار امام، کار رهبره. رهبر آدم آزاد میکنه دیگه. افغانستان ما هنوز است، اگر اسیر است، چون رهبر نداریم آقا جون، خیلی آسان بگم، رهبر الهی نداریم. یک روز بازیچه پاکستانیم، یک روز بازیچه ایرانیم، یک روز بازیچه آمریکاییم، یک روز بازیچه روسا هستیم. هیچ وقت از خود ما نبود. کیست مولا؟ آن که آزادت کند. رهبر یعنی این. دوست همیز خدا وکیلی، دوست که آدم آزاد نمیکنه، گاهی اوقات دوست آدم تو چاه میندازه. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. بندگی ازت باز کنه، تو رو غلامی تو بکنه. او رهبر الهی است که آدم رو آزاد میکنه. او رهبران الهی است که آدم از غلامی باز میکنه. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی. میگن اینایی که شعار آزادی میدن، حکومت دینی نمیخوایم، حکومت دینی یعنی حکومت آزادی. دین یعنی آزادی. این معمای عجیبه در اسلام. اسلام میگه که ما آزاد باشیم یا بنده باشیم. اسلام نظرش چیه؟ دنیا امروز میگه نه همه باید آزاد باشید. میگن آزاد، درش بندگی خوابیده. مثلا فرض کنید، حالا یه عمل لطیف برای شما گفتم، یه حرف جدیم برای خانم‌ها بگم. مثلا میگم به خانم‌ها هر روز درس میده که باید اکانتت خودت داشته باشی، تو چرا لایسنس نداری؟ شوهرت گفت کافی بیار، میتونی نیاری. به زنای ما یاد میده اینا رو. بعد میگم چرا اینا رو به زنای یاد میدی؟ میگه برای اینکه زنای خاور میانه از افغانستان آمدن، اونجا اسیر بودن، مردا زور میگفتن، اینجا میخوایم اینا رو آزادشون کنیم. ما میگیم این آزادی نیست که تو میدی. به زنای ما توهین نکن. اینا از اولش هم آزاد، الان هم آزادن. من تو آزادی رو نفهمیدی. آزادی زن اون است که بالا سرش یک حاکم داشته باشه که شوهرش باشه. صبح تا غروب برای شوهرش بدوزه، بشوره، بپزه، آماده کنه. شوهرش وقت چی کار است؟ شوهرش غلام 10 نفره. اوبر اگر باشه ای بیچاره، چشم، اوکی، سیگار نکش، چشم. از صبح تا غروب شوهر بیچاره پشت میز کار غلام 10 تا آدم است.
زن در خانه آزاده، برای تو آزادی رو غلط فهمیدی. یه خانمه که به جای ای که نیمه های شب در بستر کنار طفلش باشه، میگه برو دارو فروشی کن فلان مغازه، شبکار که تو شیفته تو رو بده. او غلامیه برادر من. حالا این رشته دراز است بماند، چون به آزادی چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. به قول اقبال لاهوری چقدر قشنگ میگه اسلام یک حرف عجیب میزنه، میگه هر کسی میخواد آزاد شوه، راه آزادی چیه؟ میگه راه آزادی بندگیه. تو غلام شو تا آزاد شوی. عجب، یعنی چی؟ خب پارادوکسه. غلام شو تا آزاد، غلام میگی غلام خدا شو تا همه چیز آزاد شوی. تا عهد تو بربستم، عهد همه بشکستم، چون با تو روا باشد نقض همه پیمان ها. اینه دیگه. عقل میگوید شاد شو آباد شو، عشق میگوید بنده شو آزاد شو. از نظر اسلام آزادی در بنده. اگر بنده خدا شده از همه چیز آزادی، اگر بنده خدا نبوده بنده همه هستی. هر دقیقه میترسه نامم را نبرن، نانم را نبرن، از کارم نکشن، یا آقا روزی منو نخوره، یا همسایه منو نزنه. میگه آقا جان تو با خدا معامله کن، اینا هیچ کدومش زورش به تو نمیرسه. خب ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. اینو که گرفتید، کدام را؟ که اگر غدیر نمی بود، خوب دقت کنید، اگر غدیر نمی بود کار خدا و پیغمبر ناقص میماند. ما برای بیلدر خندیدیم، برای تو باغبانم خندیدیم که باغ به این زیبا رو درست کردی، سرنوشت رو مشخص نکردی. غدیر است که اسلام را کامل میسازه، غدیر است که کار خدا و پیغمبر رو معنا میسازه. اینجاست که ما میگم مسلمانا عید غدیر مبارک. چون اگر غدیر نمیبود شیعه و سنی زیر سوال میرفت. امروز یک یهودی، یک مسیحی، یک بودایی به ما طعنه میزد، میگفت آقا هیچ چی پیغمبر و خدایی داشتین که با این همه زحمت و مشکلات و شهادت اصحاب اسلام و دین و قرآن و کتاب و حکومت رو آورد، اما پیغمبر شما دلسوزی نداشت، عقل و هنر نداشت، بعد از خودش ول کرد، گفت هر کسی به سر کله هم دیگه زدن. این سوال نمیتونه جواب بده اگر غدیر نباشه. غدیر رو از اسلام ببری، اسلام رو خراب ساختی برادر من. همین است که میگم عید غدیر عید همه مسلمان هاست، شیعه و سنی. عید شما مبارکه. لذا بهترین تعبیر را خدا کرده. خواهشاً این جمله آخر منو خوب یاد بگیرید. هر وقت اولاد شما، جوان شما، همکلاسی شما، کدام برادر یا خواهر اهل سنت از شما پرسید که عید غدیر چی روزی است، عید غدیر چی عیدیه، همین حرف قرآن رو با اونا بزنین. بگن عید غدیر عید اکمال دینه، عید غدیر عید اتمام نعمت الیوم. وقت علی ابن ابی طالب به امامت معرفی شد و با عنوان خلیفه و سرنوشت مسیر باغ و امارت و تعمیر اسلام مشخص شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. باغ، وقت باغبان کارش تمام است که سرنوشت باغ رو مشخص کن. بیلدر و صاحب ساختمان وقت کارش تمام است که سرنوشت ساختمان را مشخص کنه. در غدیر پیغمبر اکرم این کار رو کرد. هرچند قبل از او هم از امامت علی پیغمبر گفته بود، بعدش هم گفت. اما چرا غدیر رو میگیم؟ غدیر تا یک میتینگ عمومی رسما با دست و پا و زبان و تا یک مجلس علی ابن ابی طالب را معرفی کرد. حالا فهمیده میشه که مولا اگر پیغمبر میگفت دوست، میگفت رفیقم، صدیقم، حبیبم. رفیق داریم، صدیق داریم، ده ها واژه دیگه داریم. خود قرآن چی میگه خانم آقا؟ جمله آخر من، خدایا در قرآنت مولا به چی معنا آمده؟ میگه مولا به نام رب الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اونجا ولی میگه ولی اوست که تو را از نور به ظلمت ببره، یا ولی کسی است که تو را از ظلمت به نور، یعنی رهبر اون رهبر است که ما را از تاریکی به روشنایی میبره اگر رهبر الهی باشه،
یا از نور به ظلمت میره اگر رهبر شیطانی باشه. این مولا و ولی در قرآن با این نفس آمده. انشالله که قدیر را خداوند بر همه ما مبارک بگردانه. من دعا رو چون نمازم داریم انشالله وقت جناب آقای سجادی نگیرم ما رو به فیض برسانن، دعا رو انشالله منتظر باشید، حاجاتتون هم در نظر بگیرید. انشالله بعد از نماز بین دو نماز دعا خواهم کرد. فعلا خوشنود شادی ارواح همه شهدای رای فضیلت رای قدیر علامه امینی صلوات و نعت بفرمایید. استفاده کردیم از بیانات گوهربار حضرت حجت اسلام و المسلمین. جای لطیفی برای سلامتی خودشون خانوادهشون صلوات ختم کنید. الله